نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوستان عزیز گرامی، خسته نباشین. خبر دارین که بعد از شروع جوابی های ما به پیج تقدیر یک، هر روز گلی جدید در این پیج می شکفد. قبلا ها که جناب مولا عمر تماچ از شاگردان خاص مدرسه حنفی گنبد در عید فطر ظاهرا اینطور مشخص شد که ایشون پیج دیگران واگذار کردند و تا عید و قربان که عکس این بزرگوار را ما در پیج خودشون مشاهده کردیم که عید را به دیگر هم پیجای خود تبریک گفته بودند و نهایتا برای ما چنین مشخص شد که این بزرگوار در پشت پیج تقدیر یک هنوز به فعالیت های از نظر خودشون وهابیت شناسی را دارن دنبال میکنن. بعد از این بزرگوار دیگری به نام اسلام مخمی بر روی کار آمدن، ولی متاسفانه یا خوشبختانه باز ما امروز با خبر شدیم که جناب اسلام مخمی هم از مدیریت پیج تقدیر یک استعفا دادن. حافظ صاحب عکس را بیارین، عکس کاملا مشخصه، بخونین که مدیریت پیج تقدیر از اسلام مخمی تحویل گرفته شد. خب تا اینجا اگر ما این تحویل گرفته شدنش را واقعا اگر قبول بکنیم، خب مدیر این پیج کی هست؟ مال کی هست؟ مال چه کسی هست؟ بر چه مبنایی هست؟ از کجا هست؟ مال کجا هست؟ مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک، خواهش ما از شما اینه که بیاین شما خودتون را معرفی بکنین. کسی که هویت او در فضای مجازی و حقیقی برای دیگران مشخص نباشه، گفته ها به نوشته ها و دلایل این چنین اشخاصی کوچکترین ارزشی در نزد عقلا، خصوصا در نزد عقلای اهل سنت، هرگز نداره. لذا شما اگر واقعا مرد میدانین، واقعا شهامت دارین، واقعا دلایل دارین و واقعا خود را پیرو راستین علمای بخارا و خیوه و گوکتپه که به شهادت خود شما 15 میلیون شهید دادن، شما بیاین شهامت خودتون رو نشان بدین، صاف ساده مثل ما بگین که من فلانی هستم و از طیف فلان علما و بر مدرسه فلان مثلا شخص در گنبد یا هر کجای دیگه ما داریم این منهج را جلو میبریم. در غیر این صورت این عملکرد شما جز خاری و رسوایی برای شما نخواهد داشت. به تازگی پیج تقدیر یک آمده از مناظره نکردن بنده با حضرات شیعه، همون فیلم قدیمی که خیلی وقتها پیش آمده بود، اینو گذاشتن. این دیگه نهایت ضعف و عاجزی پیج تقدیر یکه. شما که خود را پیروان راستین علمای بخارا و خیمه میدانین، شما که در این منطقه خود را اکثریت میدانین، یعنی از میان شما یک مرد پیدا نشد که بیاد در مقابل ما بنشینه و برای اون چیزی که حق میدانه بحث بکنه. واقعا این چه نوع مردانگی هست؟ چه نوع شهامتی هست؟ چه نوع دلیری هست؟ شما که خود را پیروان راستین علمای بخارا و خیمه میدانین، آیا واقعا در چنین بزدلی به سر میبرین؟ این نهایت عجز و سرخوردگی مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک هست. بله، بنده با حضرات شیعه مناظره نکردم، بنده در امور دینی خودم سرخود عمل نمی کنم. همون موقع که این پیشنهاد را به ما دادن که قبل از زنگ زدن مجری شبکه ولایت چندین نفر به بنده زنگ زدن و خیلی سعی کوشش کردن که بله بنده پناه بر خدا شیعه را تکفیر بکنم، و چون این عقیده بنده نیست، عقیده اساتید بنده نیست، بنده هرگز به چنین کاری مبادرت نکردم و نمی کنم. و بنده بنابر همین مشوره‌ای که دوستان عزیزان داشتن برای این مناظره نرفتم، وگرنه همون موقع که مشوره رو داده بودن بعد خونم به جوش آمد، میخواستم برم، ولی چون که حرکت دینی ما در مذهب حنفی در زیر دست اساتید بنده هست و بنده سرخود عمل نمی کنم، اساتید بنابر دورنگری که داشتن و نظر خاصی که به نسبت رفتن به بنده داشتن، به نسبت این موضوع به بنده اجازه ندادن و نخواهند داد. و الحق که این نظر ایشان کاملا صائب بود و کاملا برحق بود که بسیار مناسب بود که بنده برای مناظره با حضرات شیعه نروم، چرا که قبلا هم بنده چنین ادعایی نه در فضای مجازی و نه در فضای حقیقی هرگز نداشتم و نیاز به این کار نمیدانم و نمیبینم. لذا حرف آخرم اینه که شما عزیزان پیج تقدیر یک واقعا
اگر واقعا شما از اهل سنت هستین و خودتان را بر منهج بخارا و خیوه و علمای قدیم میدانین، تشریف بیارین برای ما در مرحله اول خودتون را معرفی بکنین، چرا که آنچه که شما در این پیج به نام اهل سنت دارین نشر میکنین چیزی هست که برخلاف منهج اهل سنت هست. چنانکه در همین پست جدیدشون هم که به نسبت ابن تیمیه رحمت الله علیه مطلبی را آورده بودن و حالت تمسخر برای ما گذاشته بودن و گرفته بودن، نهایت از این چیزها چیزی از بنده کم نمیشه. ولی شما برادران و خواهران مسلمان اهل سنت من، آنچه در این پیج گفته میشه برخلاف اهل سنت و جماعت است. چنانکه قبلا بنده اشاره کردم به نسبت دیدن الله متعال در خواب که خیلی از علمای اهل سنت قائل به این هستند. در اهل سنت ما توسل را قبول داریم، کسی از اهل سنت منکر توسل نیست، اما ندای اموات را هرگز اهل سنت به نام توسل هرگز قبول نداره. بله، مطلب آخری هم که در مورد ابن تیمیه رحمت الله علیه می‌شدن، دوستان عزیز گرامی، توهین به یک عالم ربانی و عالم حقانی از اهل سنت انسان از دایره ایمان و نکاح خارج میکنه. لذا خیلی مواظب باشیم که مبادا زبان خودمون را بنابر تحقیق ناقصان بیاییم بر علیه علمای حقانی اهل سنت باز بکنیم و ایمان و نکاح خودمون را به خطر بیاندازیم. من از خود نمیگم، به نسبت ابن تیمیه رحمت الله علیه در امت اسلام دو نظر هست، ولی علمای محقق اهل سنت و جماعت این بزرگوار را با داشتن اشتباهاتی هم که داشته تایید کردن و هرگز ایشون را از اهل سنت و جماعت جدا ندانستن. من آدرس میدم، بریم بخوانیم این مجموع رسائل علامه لکنوی رحمت الله علیه، جلد 6 صفحه 43. همین کتابی که مدیران سنگین مغز پیج تقدیری برای اثبات ندای غیر الله از همین کتاب دلیل آورده بودن. جلد 6 صفحه 43 بفرمایید بخوانید. علامه لکنوی رحمت الله علیه، شخصی که در بین اهل سنت به عنوان یکی از شاخصان اهل سنت شناخته میشن، در اینجا کاملا فرمودن که قد تفرق الناس في عصرنا في شأن ابن تيمية رحمه الله فرقتين، فرقة ظنت جملة أقواله كالوحي من السماء فبالغت في الأخذ بما ذهب إليه وإن كان مخالفا للجمهور. بله، میفرمایند که بعضی ها آمدن چنین نوشتن که بله به نسبت ابن تیمیه رحمت الله علیه مردم دو گروه شدن، گروهی همه گفته های ایشون را ولو اینکه مخالف جمهور اهل سنت باشه کاملا قبول کردن و گروهی پناه بر خدا به مانند پیج تقدیری ایشون را از اهل سنت و جماعت کاملا جدا میدانند. اما علامه لکنوی رحمت الله علیه محقق اهل سنت میفرمایند که بله چیزی که بنده قبول کردم چیزی هستش که این وسط هست، حق همین هست. و اقول که مقال ذهبی، همونطور که علامه ذهبی رحمت الله علیه فرمودن، منم گفته ایشون را میگم که بله ابن تیمیه رحمت الله علیه عدیم النظیر، شخصیتی که مانندی برای خود نداره، بحر العلوم، دریای علم هست، شیخ الاسلام هست و مع ذلك و با تمام این خوبی هایی که در این بزرگوار یافته میشه فهو بشر له ذنوب. میفرمایند که بله ایشون هم انسانی هستن و برای اون گناهانی بوده، خطاهایی بوده. لذا بر انسان مسلمان میزیبد که زبان خودش را از تحقیر این بزرگوار باز داره و در گفته های ایشون دقت بکنه. اون چیزی که اگر فین کان صوابا، اگر موافق اهل سنت است ما اون را قبول بکنیم و اگر خطا هست پس ما آن را ترک بکنیم. لذا این نظر محققان اهل سنت هست به نسبت ابن تیمیه رحمت الله علیه. لذا شما دوستان عزیزان گرامی از چنین پیج های بی سر و ته و نامعلوم که معلوم نیست مال چه کسی هست هرگز شما متأثر نشوید و مبادا بر علمای حقانی اهل سنت زبان درازی کرده و پناه بر خدا ایمان و نکاح خودمون را به خطر بیاندازیم. الله به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.